بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. شيخ الإسلام می‌فرماید: الأصل الخامس، اصل پنجم، بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. بیان کردن الله سبحانه و تعالی است اولیاهای الله را، یعنی الله تعالی در قرآن بیان و روشنی انداخته است کی هستند یا کیها هستند اولیای الله. هم خلاص. و تفریقه بینه و بین المتشابهین بهم من اعداء الله والمنافقین والفجار، و جداگی افکندن اوست میان آنها و میان کسانی که خود را به آنها تشبیه میدهند از جمله دشمنان الله، منافقها و تبهکاران. ولی در این اصل پنجم الله سبحانه و تعالی، یعنی که موضوعی در اصل از این عبارت بود است که به سبب همین اصل ما میفهمیم که اولیاهای واقعی کیا هستند و اولیاهای ساخته کیا هستند، یعنی اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. تحت همین سخن شیخ شاگردش چنین تعلیق می نویسد که قال شیخنا النجمی حفظه الله، یعنی که در همون دور خود گفته رحمه الله: الولي هو من والى الله عز وجل. ولی آن کسی را میگن که وی الله را دوستی نزدیک خود قرار داده است. من والی الله را برای خود چی؟ یعنی دوست گرفته است. فامتثل اوامره و اجتنب نواهیه، امرهای او را که امرهای آن را اطاعت کرده است و اجتنب نواهیه، از منع کرده هاش چی کرده است؟ دست کشیده است. و صدق خبرهاش تصدیق کرده است. و والا من والاه الله، و دوستی میکند به کسانی که الله وی را دوستی خود گرفته است. و عاد من عاده الله، و دشمنی میکند به کسی که الله تعالی وی را دشمن قرار داده است. امتثالا لقوله تعالی، بنابر اطاعت از سخن او تعالی کرده آنجا که میفرماید: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بنابر قبل همین الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که تو نمی‌یابی قومی را که ایمان آورده باشند به الله و به روز آخر یوادونه مودت بکنند. یوادونه چیکار می‌کنند؟ یعنی که دوستی بکنند. یصادقونه و یوالونه صداقت دوستی بکنند. با کی؟ من حاد الله ای من عاداهما من حاد الله و رسوله کسی که عداوت می‌کند به الله و پیغمبر و مخالفت از امر الله و پیغمبر میکنه به اینها دوستی بکنه. ولو كانوا آباءهم گرچند که ایشان اما مخالفان پدراشون باشند یا پسرهاشون باشند یا برادراشون او عشیرتهم ای اقاربهم الادنون خویشتواری نزدیکشون باشند. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان ای اثبته فیها اینها را الله تعالی در قلبشان ایمان را چیکار کرده است؟ استوار کرده است، مستحکم کرده است. و ایدهم و آنها را چیکار کرده است؟ قواهم ایده یعنی به معنی قوت دادن. آنها را قوت داده است بروح منه به یک قوه از جانب خودش. بروح منه روح اینجا به معنی نصرت می شود و به معنی چی؟ توفیق. یعنی الله تعالی و اینها را با طرفداری میکند به یک توفیق، به یک یاردم، به یک نصرت، به یک پیروزی از جانب خودش. روح به معنی چی است؟ اینجا گفتیم توفیق و نصرت. نعم. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و الله ایشان را به جنت های داخل میگرداند که در زیر آنها جویها جاری میشوند. خالدین فیها در اونجا جاویدانند. رضی الله عنهم الله از ایشان راضی میشود و رضوا عنه و ایشان باشند از او. از همه یعنی که شأن بزرگ آن است که الله چی باشد؟ یعنی که راضی باشد. اولئک حزب الله ایشان هستند حزب الله یعنی بندگانی برگزیده الله که چنگ زننده به قرآن و سنت و به فهم سلف. همینو کیا هستند؟ اونها حزب الله هستند. حزب الله آن کسانی میگن که و یا بندگانی خلص هستند و چنگ زننده به قرآن و به سنت به فهم سلف صالح. یعنی قرآن حدیث به هوا و هوس و به این و به آن نمیفهمن و قرآن و سنت به فهم یعنی که سلف میفهمن. زیرا که بایا علی سلف وقتی که ما میگیم از جمله مهاجرها و انصاری ها فهمیده؟ اولین درجه همین ها یکم درجه داخل میشوند. ان حزب الله هم المفلحون بدرسته حزب الله ایشان رستگارند ای المدرکون لمطلوبهم الناجون من مرغوبهم کسانی که به مطلوب به آرزوی خیش رسیدند و از هر چیزی که میترسیدن و خوف دارند از عذاب الله، از غضب الله، از دوزخ الله چی؟ الناجون نجات یافتگی هستند. بنابراین و اینها را مفلحون میگن رستگاران. نه گفتیم که بیان کردن الله است در این است سبحانه و تعالی اولیاءهای الله را و جداگی افکندن جدا کردن الله است میانی آنها و میانی کسانی که خود را به آنها تشبیه میدن. از جمله کیا خودشون به اولیاءهای الله تشبیه میدن، خودشون دوستی الله میگیرن؟ از جمله دشمنای الله، یعنی واقعا و دشمنی الله هستند منافق ها. و میفرماید صاحب متن و یکفی فی هذا آیه فی سوره آل عمران و هی قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. الآیه در این مورد آیت در سوره آل عمران کفایت میکنه در همین باره، یعنی که برای خاطر دوستی الله هستند واقعا تو دوستی الله باشی نشانه های آن از چه عبارت است همین کفایت میکنه. در این آیت که در سوره آل عمران اومده است سخن او تعالی
این معناش بگو اگر الله را دوست می‌دارید از من پیروی کنید. الله را دوست می‌دارید؟ اگر ها نباشد پیروی از من بکنید. چرا؟ تا اونی شما را دوست بدارد. دیدید؟ شما دعوا کردنتان این اعتبار نیست تا چیکار نکنید؟ پیروی از پیغمبر نکنید. برای بنابراین کسانی که دعوای محبتی الله، دعوای محبتی پیغمبر میکنند ولی در عمل پیرو از پیغمبر نیست، بدعته و یعنی که دعواش خاله. فهمیدید؟ اعتبار نیست. محبت باید که دو جانبه شود. وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية. وآية در سوره مائده و آن سخن او تعالی است: ای کسانی که ایمان آوردید، هر کی ترجمه هر کی از شما از دینش بازگردد، زودا که الله مردم بیاورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارد. دیدید؟ دوستشان بدارد و چه؟ دوستش بدارد. در اینجا کیها را دوست می‌دارد؟ اولیاء. نه. وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اکنون اولیای واقعی کدام کسا را اولیاء میگوید؟ و آیت در سوره یونس و آن سخن او تعالی است که میفرماید ترجمه آگاه باشید که بر اولیاهای الله بیم نیست و غمگین نمیشوند. و کیان اولیاهای الله؟ همه امروز دعوا میکند من اولیاء الله هستم، من اولیاء الله. الله میفرماید که کسانی که ایمان دارند و تقوا میکنند. ایمان و تقوا. دیدید؟ ایمان و تقوا. اکنون شیخ میفرماید در آخر ثم صار الامر عند اكثر من يدعي العلم وانه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان الاولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منه ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منه ولا بد من ترك الايمان والتقوى فمن تعهد بالايمان والتقوى فليس منه. سپس کار در نزد اکثر کسانی که ادعای علم میکنند، دعوای علم میکنند، با آن رسید که خودی اوست از هدایت کنندگان خلق و حافظان شریعت، تا آن اندازه که اولیاها در میان آنها کسانی هستند یا که کسی است که ترک پیروی از رسول کند، یعنی ترک پیروی از رسول کردن ضرور است. برای خاطر اولیا شدن یکی از نشانه‌اش این است که باید که پیروی از پیغمبر نکنه. فهمیدید؟ پیروی از پیغمبر آدمای عادی میکنن. چه در دیگه جا گذاشتیم که میگم که شما پیروی از مرده میکنید. شما پیروی از یعنی پیغمبر اصلا مرد. شیخای ما پیرای ما میگن که پیروی یا یگون کسی میرن مباشرتا از الله میگن چیزی در کوش. یا که میگن که شما یک کسی گرفته که وای از الله مباشرتا نگرفت. هوای هم به طریق میگن جبرئیل گفت. اما استاد ما پیری ما این چیکار میکرد؟ راست از الله گرفت. فهمیدید؟ پس کار در نزد اکثر اون کسانی که ادعای علم میکنه به آن رسید که خود اوست از هدایت کنندگان خم. ما هستیم میگن که قطب زمین، ما هستیم که یعنی که استون زمین، ما هستیم خلق نگه میداریم. ما اگر ما نباشیم که ها میگن خلق چه کفنگدار شدن. و حافظان شریعت میگن ما هستیم تا اون اندازه که اولیاها در میان آنها یا که در بین گفتمان در بین آنها کسی است که ترک پیروی از رسول ها کردنش ضرور است. فهمیدید؟ چه گفتم؟ و کسی پیروی از آنها کند، خب اگر کسی از پیروی رسول کرد چی میشه؟ از ایشون نیست. و ترک جهاد ضرور است میگه و کسی جهاد کند از ایشون نیست. فهمیدید؟ خب و
ترک ایمان و تقوا ضرور است. ایمان و تقوا خیلی عملای چه عملی قلبی و عملی ظاهری عملی باطنی و خمش داخل میشه. نماز نمیخونه، روزه نمیدارد، باید اینا رو ترک کردن ضرور است. و کسی ایمان و تقوا را به دوش خود گرفت میشه، از ایشان نیست و اولیاء نیست. یک بندی گناهگاری باید باز کند. شیخ دعا میکنه: یا ربنا نسألك العفو والعافیة انك سمیع الدعاء. ای پروردگار ما، از تو عفو و عافیت را مسئله داره. هر این تو شنوای دعایی، یعنی دعا رو میشنی دیگه ذات تو هستی. شیخ الله رحمتش در این اصل اشاره به صوفی ها میکنه. نه خب معلق میفرماید: هذا الاصل ركز فيه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الصوفية. یعنی در این اصل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ركز على الصوفية، اشاره به صوفی ها میکنه. الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال، يظهرون بالأحوال والكرامات وتبدو منهم الشطحات. فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، وإذا زنى بامرأة قالوا إنما أفاض عليها من نوره. أنا كي گوش کنید این اولیاء را. یعنی شیخ الاسلام اشاره به کی کرده است در این متن؟ در این اصلی گویم پنجم اشاره به صوفیان، کسانی که یعنی گمان میکنند که اولیاء کسانی هستند که حالتهای و کرامات را اظهار میکنند که و تبدو منهم، از اونها نمایان میشود، ظهور میگیرد شطحات، یعنی حالتهای از طبیعت انسان بیرون. اعوذ بالله. دیگه آدم میگه که راست نمیتود کردن. یک حالتهای میشه که شطحات، از یعنی از حالتی طبیعی انسانیت بیرون چوده میگن و گمان میکنن که شیخ و کسی میگن که تقرب بالقرب من الله، و یک چیزهایی به الله نزدیک میکردگی، چیزها چنان به الله نزدیک شده که الی ان یصل الی درجه، تا اون اندازه به الله نزدیک میشه که رفته به یک درجه میرسه که از عهده او دیگر در نزد این درجه چی همه تکالیف شریعت چی میشن ساقط میشن، نه حج نه زکات نه نه نماز نه لباس پوشی نه عورت محکم کردن، همه خیلی جندی تیار میشن. فهمیدید؟ تمام این تکالیف شریعت از عهده او ساقط میشه یا به درجه چیزی دیگه درجه منه، نه درجه چیزی زینی بلند میکنه. اگه نه واقعا به درکه رسیدیه. درکه یعنی که همه سطح زمین به پایین. فیشرب الخمر، عرق مینوشد اولیاء، در دهنش عرق شیر میگردد، شیر میشه. اگر اون دیگه اولیاء دو عرق باشه خیلی نمیدونم بریختان عرق هم در دهنش انداختن تیز و به شیر مبدل باشه، شیر صباحی. و اذا زنا بامرأه، اگر با یگون زن زنا کند، نعوذ بالله، میگن که این زنا نیست، میگن و نورش هم تو گذران بده به همونش نور میگن. افاض چی گفت نمازه؟ همون کلمه رو ترجمه کردن میگه که چی میشه افاضه. فهمیدید؟ قول میگه که انما افاض علیها من نوره، میگن که در اون زن نورش را افاضه گذران، ریخت، چک کن. دیده بگذار میگذرونن بیاشونن این اولیاء به نوراشونن. نه. و من اراده
عضو پیش از اون که یعنی که سخن شیخ دوام تیم کو معلقی تعلیق گذار چی میفرماید؟ الصوفیه فی اللغه مأخوذه من ماده الصوف. صوفیزم یا که صوفیگی در لغت گرفته شده است از ماده صوف. صوف معنی چه؟ حشم. وقد جاءت على عدة معان، بيكشم معنی آمده است. فتطلق و یراد بها الصوف المعروف من شعر الحيوان. استفاده برمیشه کلمه صوفی را و مقصد از آن همون حشم انیق است که همه میدونه از موی گوسفند، موی حیوان. انا مورم چی میگن؟ صوف. و تطلق کلمه صوف، کلمه صوف را استفاده برده میشه علی المیل و میل کردن. فیقال صاف السهم عن الهدف، یعنی تیر از هدف توپ رفته در هدف نرسید. فهمیده؟ بمعنى مال عنه، بمعنی که از اون بیره شد. و صاف عن الشر، یعنی که از بده برطرف شد. ای عدل عنه الى غیر ذلك من معانی صوفیت فی اللغه، یعنی بیره شد از اون و دیگر بود دیگر از معنی های با صوفیگی در لغت. والتي تبحث فی مضانها، و اون چیزهایی که مثلا بحث کرده میشه در چی؟ در گمان همین. یعنی در گمان همین، یعنی که به همین گمان که مثلا به اون معنا که چون که اینا یعنی که ترک دنیا، که از دنیا میل کردن، نه با یک معنا دیگه نه اینا چیکار کردن؟ از حرام ها دست کشیدن، نه اینها این کردن، نه یعنی که به هر چیزی که در فی مضانیا در همین معنا هستن، در همین تخمین همین معنا میدن. و اما تعریفها اصطلاحا، اما در اتفاق علمای همین ساحه صوفی گفته که میگن فلها عده تعریفات اختلفت باختلاف مراحلها التي مرت بها ولكن من ابرز تعریفاتها هی. گفتن که صوفیزم چند تعریفات دارد، اختلاف است به اختلافات، هر یکش در مرحله خودش. هر یک صوفیزم بود در مرحله خودش یک معنا داره، تعریف داره که مرت بها در یک دور و در یک زمان خود گذشتگیه. ولکن من ابرز تعریفاتیه، ولی از همه انیقترین، ظاهرترین، ابرز گفته ظاهرترین، از همه ظاهرترین تعریفات صوفیزم از آن عبارت است که التصوف هو تجرید العمل لله تعالی، یعنی صوفیگی این مجرد تنها خالص قرار دادن عمل است برای الله تعالی. و زهد فی الدنیا، از در دنیا پرهیز کردن است. و ترک دواعی الشهوتی، و ترک کردن هر آن چیزی که موجب شهوت می شود میپرده. اگر ما در عسل خوری بینی که شهوت بلند میشه میپرده دیگه نخور. ما در شکر میشه، ما در خرما خوری، هر چیزی که دواعی شهوت می شود شهوت میشه. شهوت هست؟ ها؟ نه باید باشم خیلی میشه. نه و شهرت میشه نباشه. همین شهوت نیم شهرت. و ترک دواعی شهرتی میشه. فهمیدید؟ ترکی هر چیزی که باعث شهرت میشه. شاید لباس میپوشد، میگه اوه ماشاءالله لباس تست بگی میکشی نپرد. ممکن نیست نمیشه. و اما اساس بیا همه چیز میکشن پرد. شهرت میشه. و المیل الى التواضع، میل به تواضع، خاکساری. و الخمول، خاموشی، دائم خفه، دهنش محکم، نماز هم میخونه. بعضی صوفی هم دهن محکم میگه ما ذکر کردیم. و اماتة الشهوات فی النفس، در نفس شهوت مروندن. و هذا يصدق على التصوف في عهده الاول. این یعنی باور کردن میشه در همون تصوف دوران اولی که پیدا شده. اگه نه همین تعریفات خوبه نیست. اگه مثلا که صوفیای پیشی همین کرد، گویا که هر چیزی که چی شهوت میمیران تلاش و کوشش میکردن همین کارو میکردن. فهمیدید؟ میراندن شهوت، کارشون فقط شهوت کشتن بوده.
مفهوم؟ انا و شهوتی خودش میکشه، شهوتی زنش چیکار میکنن؟ انا مینا مشکل دای بسیار برایمون مسکینا یک زنی هم ندارن و زندار هم نمیکنن. یک صوفی در طرفای دوشنبه دوره پیش یک جوانیش یونیورسیت میخونه، صوفی صح بوده و خیلی زن گرفتی، زن بری همه کوره هم خیلی کوره شهره هر باره میبید که دیر میبید انا خطی مسکین یا موزنش خیز نمیکرد و جدول داشته اینه با جدول خون برن بگی دوشنبه بگی جو برای میشه با هوایم چنان ادیال ها کرپ های غفص محکم کرده که فرشته ها نبینن. گفته هم مجور محکم تارود کرده همین تو نازکی هاش صوفی که تازه دین همین خیلی از هم بیزار میشه. من میگم اون روز یکی طور آخر روز دوشنبه طور من نگاه کنم میشینم با خود گفتن جنجال و ممکن نیست و پیرام خفه میشن، پیرام خبردار میشن میخیلی با یه روز نعوذ بالله میبود که دیگه کسی در جا گشت. یه روز صوفی میبود از درس از نزد پیرش انا میبود در میکشد در جا گشت دیگه کس خود بعد دوای میزد با این مونده ها میبود اینجا میگود زنک داد میزن بسرش میگود که امروز بگی جمعه نیست بگی شنبه نیست کارش چی میده به هم معنی با خیلی سرش میدید الحمدلله با این برادر شد دیگه او من نقل میکنه دیگه صوفیزم وقتی که ما اینا نقل کردیم خیلی صوفیزم بسیارش فحشه زنش ما هم روی مثال گیریم تیاره خونده و پرکتیس بگو همه خیلی گفت و زنی بیچاره بگی دوشنبه بگی نیا میکنی میشنه رسمشن پویزه که اگه دیگه دیگه پویزه سر به سر نه با خلاصه هم خیلی سر به سر زده بیشتر. اعوذ بالله. انا این کاراش همین دیگه شهوت کشی. البته یعنی که شهوت نگه داشتن خوب است لیکن اون معنا نداره که باید شهوت در چیز حلال خود نگه داره. شهوت ابیگونه نگه داره از نه. دویم تعریفات صوفیزم قیل ان سبب التسمیه للمتصوفه بهذا الاسم انما كان نسبة الى لبسهم الصوف. دیدن همه خیلی قیل است سبب نامگذاری کردن صوفی ها را به این نام یعنی که ما میگیم صوفی هم صوفی هر کسی که صوفیزم با عقیده صوفیگی باشه او را خودش صوفی میگن ایزده داره صوفی اینه یا نسبی میگن در زبان عربی. برای چی به صوفی میگن؟ انما کان نسبتا این نسبت به لباسی پشمین پوشیدنشان اینا هم گذشتگانشان یک قیل یکن به سبب فقط لباسی ژنده‌پوش بگو که ژنده‌پوش یا که مثال گیریم لباسی پشمینه پوشیدنشان اینا را به همین نسبت داده شده است. الذي يعبر عن الزهد و التقشف. این عبارت از چی بوده است؟ اگر پرسیده مانند که این چی تعبیر دارد لباسی پشمین پوشیدنشان و میگه که این عبارت از چه؟ از چی؟ از پرهیزگاری زهد. این زهده و تقشف گفته پارسایی میگه چه؟ پارسا این همون پرهیزگاری تقشف پارسایی میگه زمین فارسی و ترک تنعمی والملذات المباحة الى غیر ذلك ترک نعمتای یعنی که همه باید موشی سوار شد باید تو خرسوار شوی همه خرسوار باشه باید تو پیاده باشی
باید تو از دیگران فرق کنی. اما وقت صوفی میشی. والملذات المباحه ترک لذتای مباح کردن است. یعنی هر چیزی که اگر بینی که درش همه شکر باشه تو فشخور میشی. یعنی که بی شکر برای مثال یعنی باید که تو لذت من تعريفات التي ذكرها صاحب كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام أما خلق تذكير فرقة هاي شيء معاصرة كي شو كذا ويهورا بإسلام نسبة داده میشه بفته همین کتاب گرفته این داره فهمیده همین تعریفات خوندم از همین کتاب گرفته شده است. نه این سخنه چی بود شاگرد شیخ حال بود داره اینجاش انا کنم با صحبتی خودی معلقه دوام میدیم شیخم برحمتش کنم اگه جو بود جایی که نور گذراندن جایی که نورش گذراند کو بینم چی میشه دوامش ریخت افاض یفیض و ریختین آب میگو آخه و من اراد ان يعرف ما عليه الصوفية من الشطح والكفر والادعايات العريضة بحقوق الله عز وجل غير مبالين ولا مكترثين فليرجع إلى كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل شو کرده و کسی اخوات که شناس شود اون عقیده که در همان صوفی ها هستند مثلا چه عقیده دارن شطح دارن یعنی که از حالتهای بیرین یعنی سبسته سرگردانی میرسن شطح کلمه سرگردانیه اون سرگردانیه که صوفی ها دارن اون کفره که دارن اون ادعاها دعواهای عریضه خیلی دعواهای بزرگ دارن به حقوق الله یعنی یا حق من شما میدونیم که این حق الله هست میگه که پیر ما میتونه این کارا کنه اعوذ بالله فهمیدید نسبت حقوق الله با میگه که غیر مبالین پروا ندارن لا مکترثین هم معنی غیر مبالین ولا مکترثین یگون پروای فلک ندارن کسی در این باره مثلا گیریم خواهد با معلومات زیاد گیرن باید مراجعت کنن به کتابی الکشف الصوفیه لاول مره نام کتاب و به کتابی هذه هی الصوفیه صوفیسم همین نگفته از اون عبدالرحمن الوکیل به این کتابا یعنی که شوگنن شناس شود البته میگه تعریفات زیاد درباره این سرگردونا چی معلومات دار میشن بل انهم یجعلون ذلك فخرا لهم با اینو برای خودشون فخر قرار میدن افتخار میکنن چی میگه شیخ ما پیر ما گفته و بعضش پیر ما میگه دوام دادن نمیتونه گپش منه چه برای چی دلش پر میشه برای گریستن و انسان گریهش بیاد و گلوش مختم میشه گلوش محکم میشه دیگه نمیتونه گپ کنه و کمتر منتظر میشه به خود میبود با میگه اون کس میگه با دوام میده من خیلی صوفی‌ها رو بعضی شستیگم به پیششون صحبتاشون نشستیگم ایشون شکرخان میگفتم اما خیلی یکی از صوفی‌ها وقتی من نایب داشتم خودم امام خطیب بودم و نایبم خودش ایشانه ما خیلی از این ایشان زاد نیستم آدم عادی و دعوای خصوص خانوش سفید و گواروش از اسمون فرام دیگه اما خیلی عوض بیلام خیلی دعوا میکنم بعد یک جو مهمانی دعوت کردن و گفتن که پیر ما اومدیم پیرش اومدیم واقعا اولیای مسجد بود اسم یا اوش شو کدوم انا بعد چه سمو که مهمانی کو ببینم می اولیا میگه چه خیلی مهمانی دعوت شد اما روبروش خود روبروی ما استادش نایب ما چشمش یعنی میجه نمیکوبه داخل استاده خدا که در عاطفه سوزی باشه بعد این انگور خورد داده همون کویم اولیا ولی انگور خوردی شده
همون دونه هاش دسته رو فوکش تفکر شده. همون خودی که مسکول کام پرام میگم کم دسته رو فوکش وکر شده. نخی کرده فهم. نخی کرده که من در چشمش نظر گفتم خیلی. بخوام اون کسی منم مهمانی بردیگه. من نگاه کسی خیلی مثلا دیده چیکار کرده؟ این خیلی ما جین بینزه. مثلا این خیلی نبیاره. جو تو کاش پرچم نمی‌دونم. اما خیلی جندی و کودک نمی‌دونم. و میگه که این کاری رو میگه که اینا ارکای الله هستن. ارکه میگه چی میگه؟ حالا میگه ارکای سرکای. سبحان الله. بی ادبی احمقیه. هم مرد اینا مشکل. نام مرد. مهمه خیلی یعنی دیوونگی دارن. با میگه که اینهم یجعلون ذلك فخرا لهم. اینو با برایشون فخر افتخار قرار میدن. و اینهم قد بلغوا الى مرتبه لم يبلغها غیرهم. اون مریدار گفتن. مریدها میگن که اینها به یک مرتبه رسیدگی هستن که دیگران رسیدگی نیستن. با اون صوفیای این گوشه میگن که وقتی که پیامبر دیال سلام مشل خصون صلی الله علیه و سلم گفتشون پیامبر دیال سلام مشل خصون میگه که خیلی میگه وقتی که معراج برآمد که یک استوده پیش الله گفت که یا ربی گفت این کیه؟ بگو که این امتی تو و این گو آمان پیش اومده و که بگو که کنت حاجه كنت حاجه بما احتیاط کرده میزم که بما میگم كنت حاجه عاوز بالله یعنی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که كنت حاجه در غیب ده هم بولش استعمال کن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای من موضوع فرشته نشده برام ده میگه دامن كنت حاجه است با بینی اولی اونجا صوفیزم بسیاره که با قیل مرزش میگن با حج مرزش میگن با یعنی که اولی ها دارن کنت حجینو میو ویاش ویاتیش با عبدالقادر گیلانی هم خیلی ویا دارن با بین صوفیاشون ویا دارن خیلی مسابقه ها دارن با که همون نگویم که همون کنت حجش میبراید عبدالقادر گیلانی هم میبراید همون چه مسابقه بودن میشه که میبراید با یکش افتخار میکنه که از من الحمدلله میگه که من همه بلند برآمدم پیش الله رو میگه نگاه میکنه این شاگردم میشه کنت حجش با برو میگه بولو میگم من که نماز بودم تو بولا اول با آدم حیا میگه با معذرت میگه معلش میگه اما خیلی اعوذ بالله افسانه های هستن که ساعتاش امر معروف شده از قرآن حدیث فهمیدید از قرآن حدیث ساعتاش وقتی امر معروف میکردیم همون خودی هیکل نمیجومم خیلی نیست اگه یک کتاب دروغ شونه گیره ما بریمو کنت حاجی و قیل مرزیاش و ویل مرزیاش و بطل حجی هم خیلی چیزا دارن گپ زنه همون نومیش پیراش گیره هویت گرفتن میگیره فهمیدید اعوذ بالله چنان جاهلم افتخار میکنه و این الشیخ هو الذي يرى الله عیانا شیخ و ذات است که الله را عیانا میبینه و يتحدث معه قطعی الله صحبت میکنه و یلقى النبی صلی الله علیه و و ما اشبه ذلك و با پیغمبر ملاقات میکنه و غیر از این دیگه من الادعایات دیگه دعواهایی که لعب بهم الشیطان فیها خلاصه به این ادعاها شیطان خودشون بازی کرده گشته بازیشون دارد است فاضلهم عن الطريق المستقيم از راه راست ایشان گمراه کرده است فاخرجهم الى طريق اصحاب الجحیم و یارا برآورده موندگه در کدوم ترسه در کدوم راه در راهی اصحاب دوزخ اون راه فقط کسی پرسش شد کجا رفته میگه دوزخ رفته انا همون راه هم آوردی پرسو تشوین داره خودشون باشن چی میگم فهم یزعمون ان هؤلاء هم اولیاء اینا باشن این مریدا باشن میگن که نه
اینا اولیاء همینا از اولیاء الله، لیس غیر دیگران نه. اما من اتبع الكتاب والسنة وعني بالحديث والآثار وتكلم في الفقه وأمر بالاستقامة على شرع الله. اما کسی پیروی از کتاب کند چیه دنزرین، پیروی از سنت کند و نسبت حدیث و اثرهای پیغمبر علیه الصلاه و صحابگان غمخوار باشد، اهمیت میدادگی کس باشد و در مسائل فقه حرف زند و درباره استقامت به شریعت الله، یعنی شریعت الله را دوام دادن، رعایت کردن گپ زند، فهؤلاء یسمون اهل الظاهر. و یاری چی میگفتن؟ اینا اهل ظاهرن، اینا نمیدن باطنی این چیز دارد، اینا اهل ظاهرن میگن. و شیوخ الصوفیه عندهم اهل الباطن. فهمیده؟ و شیخای صوفی ها در نزد او کیان با؟ یعنی صوفی ها را شیخشون و یا اهل باطن میشن. در درونی آیت ها، در درون حدیث ها چه اینا هیچ یگون محدث نمیدونه، یگون یعنی فقیه نمیدونه، فقط همینا در درونش چی معنا هست؟ معنای حقیقش میدونه. با شخص میگه بل انهم حقیقتا هم اهل الباطل. شیخ میفرماد که از روی حقانیت گیریم اینها نه اهل باطنن بلکه اهل باطلن. الله رحمتش کنه. بدل نون لام بجای نون نگود لام میگود. فهمیده؟ یعنی نون حیفه بگه. فشيخ الإسلام رحمه الله يشكو من أهل زمانه. شيخ الإسلام شكوان از أهل الزمان ودور خود كان رسوله، لأنهم يجعلون أولياء الله من هم أعداء لله. چونکه اینها یک انسان‌های را اولیای الله قرار میدادند که واقعا اونها دشمنان الله بودند. و حاربوه اشد المحاربه، با او جنگیدن خیلی هم جنگ اشدی. با کی؟ با شیخ الاسلام جنگ اعلام کردن. ولكن هل القول قولهم والاعتقاد اعتقادهم؟ آیا قول جانبدار ایشان است و آیا اعتقاد همونا است؟ لا، نمیگو. ولكن حقیقت الولی هو، یعنی اونی گفتن که علی وای باید خیل شود، وای باید این خیل کند، دعوای هوا درست میگه. سوال متشه با خودش جواب میده نه. ولی حقیقتی ولی یعنی که معنی ولی حقیقی هو من يعظم کتاب الله، تعظیم کتاب الله را به جا میبره و يعظم سنت رسول الله صلی الله علیه و و سنت رسول الله صلی الله علیه و چه تعظیم می‌داره. ابا یک بعضی بسیار مسجدان من در طرفای شما هستن، در بعضی مسجدهای اون طرفای مسجد خوزم اینا همین خیلی که از اون گفتن همه کالش میجونن و جنبیدن میشه. با نام محمد صلی الله علیه و گفتن و اشهد ان محمد رسول الله گفتن همه خیلی میجونن. بعد بو بعضی بو پشت ناخش بوسه کرده در چشم در طور سرش میمالن. ابا میگه که در کجا همین گپ گفتیه و میگم که هست در کتاب. با کتاب یک کسی یک جاهلی مرکبش ملاش نشون میده منه میگود که نه شما میگود من میکنید جنبیدن اینجا نگفته است که من میگم تعظیم برای یعنی که سرخم کردن برای الله فقط میشه، برای پیغمبر ممکن نیست رکوع کردن. میگه تعظیم اجازه ته بود در کجا؟ میگن در کتاب نشون میده که هنگامی که نام پیغمبر صلی الله علیه و شنیده با او تعظیم داده، یعنی که صلوات فرستاده. با تعظیم چیه؟ تعظیم این بزرگ داشتن، احترام کردن میشه. و تعظیمی که تو میگویی این رکوعه. فهمیدی سده؟ تعظیم چیکار معنی میده؟ این بی‌سوادیه. نه. ولی حقانی کسی است که کتاب الله را بزرگ می‌دارد و سنت پیغمبر صلی الله علیه و بزرگ می‌دارد و یتبع رسول صلی الله علیه و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌کند.
فی کل قول و فعل، در تمام سخن پیروی از پیغمبر است، در تمام فعل کار، فی کل امر و اعتقاد، در تمام کار و در تمام اعتقاد. الله تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر شما واقعا الله را دوست می داشته باشید پیروی از من بکنید، یحببکم الله، الله شما را دوست می دارد در نتیجه، و یغفر لكم ذنوبکم، و گناه های شما را یعنی که مغفرت می کند. والله غفور رحیم، الله آمرزنده و مهربان است. نه و می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید هر آینه اولیاهای الله کسانی هستند که به اونها یگان خوف و خطر نیست و ایشان غمگین هم نمیشوند. کی از صفاتشون چه؟ دو صفتشون میگه، دو صفتی اساسی دارند. الذين آمنوا و كانوا يتقون، ایمان آوردن یا که ایمان می آورند و تقوا میکنند. ای الذين آمنوا بالله و كانوا يتقون الله و يفعلون اوامره و يجتنبون نواهيه ويؤمنون بالله ويؤمنون بوعده ووعيده وبعثه ولقائه وجنته وناره ويجاهدون في سبيل الله بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم هؤلاء هم الأولياء. یعنی کسانی ایمان آوردن به الله، تقوا میکرده بودند، یعنی امرهای او را به جا بیارند، از من کرده هاش کنار میشوند، ایمانی به الله دارند، ایمان به وعده و به چی؟ وعید. وعده نگمشون، وعید چیه؟ تهدید میشد، تهدید. و با زنده شدن بعد از مردن یعنی زنده گردانیدن الله تعالی مردگان را، و با لقای الله چی؟ ایمان می آورند و با جنت و دوزخش و جهاد میکنند در راه الله، یعنی در همین راه چیکار میکنند؟ جهاد میکنند با زبانشون و با قلمشون. با قلمش خیلی جهاد میکنند، کتاب نوشتن، نامه نوشتن، دعوت کردن. نه. و با شمشیرشان اینها هستند هم الاولیاء، اولیاء واقعی همینا هستند، نه غیری. ولقد أوضح الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. واقعا يعني که فرقی خیلی بزرگ کنندگی است میان اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان را شیخ الاسلام، یعنی فرقیتی روشن، یعنی که روشنی انداختگی است درباره فرق بودن بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. شیخ الاسلام در کتاب خود به نام الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میگه الا ان اولیاء الله هم اهل الحدیث. آگاه باشید به درستی اولیاء الله ایشان اهل حدیثند و متبع الاثار، اثرها را پیروی میشدگی کسا هستند، المدنون لها، به اثرها نزدیک میشدگی کسها، والعاکفون علی حفظها، مشغول به حفظ این اثرها بودگی کسها، و تدوینها، و یعنی مشغول به دیوان کردن می‌دونن کتابا رو جمع کردن، حدیثا رو جمع کردن، و العمل به اونها عمل کردن، و دعوت الیه و سوی اینها دعوت کردن. اینا هؤلاء هم اولیاء الله، اینها هستن اولیاء الله. فإياك ان تخدع، احتیاط کن که فریب کردن نشوید، تو را فریب نکنند. و ان یجتاحک الکذابون، احتیاط کن که با تو را نبرند دروغگوها. چه؟ یجتاح به معنی بردن. احتیاط کن که با این دروغگوها تو را یگون جا نبرند که اصحاب الادعایات الکاذبین، اصحاب دعواهای دروغ و دعواهای پوچه هستند. و بالله التوفیق، و از الله سبحانه و تعالی خواهان توفیق می باشیم. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا.